ایون، ایول، اوگوست، یعنی تو 3 ماه باید که پرره تمام فضای اطلاعاتی را از مخالفان تازه کنند. معلومات‌های اپراتیوی که از مقامات امنیتی کشور فرانسه و ما رسیده است و از کشور آلمان و پلیس یعنی اتحادیه اروپا، دولت تاجیکستان خاصتا این معلوم است که کدام نهاد است. ما هم این مسئله را دقیق داریم. یک گروهی فورا هایکن ها را، شفیرهای فورا را و اروپا فرستادند تا اینکه توسط فورا گروه در منطقه بگردند و اونها عملیات خودشون انجام دهند. و البته تمام فروعی که از لیتوا به اینجا میآیند و از اونجا کاملا زیر نظارت و مراقبت هستند. برای اونانی که برای کشتن افراد مخالف معین شده هستند، بدونید که این سیر آشکار شد و شما خودتون فکر نکنید که یعنی با این مسئله میتونید که جانتون خلاص کنید. و اگر این قضیه کاملا آشکار گشته است و چنانه که یتیموف و رحمانوف گفته است که تا 30 سالگی باید که هیچ مخالفی را نمونم زنده، باید که همش یا برمیگردونم یا که به قتل میرسونم. این قضیه هم از امنیت اتحادیه اروپا صدا داد و این هم آگاه هستند. اینجا رقابت بین اس و رقابت بین شاهرخ رمضان رحیم‌زاده و شادی حفیظ، اینها رقابت ها زیاد ادامه دارد تا اینکه کی میتواند پیش محمد اقبال بکشه یا اینکه استاد کبیر را یگان کار کنه یا دیگر برادران مخالفی که در اروپا هستند چیکار انجام کنند تا اینکه خالهای سیاسی تا 30 سالگی استقلالیت یعنی که کسب خال کنند و در مقام‌های قبلی خودشون باشند. ولی آگاه باشید که آنچه شما برای تخطیط میکشید الکی اونها یعنی که رسیده است و مقامات امنیتی و روی این قضیه ها کاملا کار دارند و برای ما این مسئله هم گفته شد و ما هم آگاه کرده شدیم و از داخل هم این معلومات برای ما بعضیش تصدیق شد و بعضی دیگرش در انتظار و در صدد تصدیق شده است. مرحله که موندگی هستند ایون، ایول، اوگوست، یعنی تو 3 ماه باید که پرره تمام فضای اطلاعاتی را از مخالفان تازه کنند و برای رحمانوف باید بگویند که این پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، هم تازه محمد اقبال نیست، کبیری نیست، این مخالفان را اروپا دور کردیم، حسین اشرف دور کردیم، فلانیش دور کردیم، دیگه اینا نیستن، تو آزادانه میتونید که دیگه یعنی که استراحت کنید در گرم و دخترها هم استراحت های خودشون بکنن، دامادای بشمار هم استراحت کرده گشتن بگیرن، ولی ما در همین مقام های دزدی و غارتگریمون یعنی که باقی بمانیم. و همون خاطر هر یک مبارز باید که فکری خودش را داشته باشد.